سلام، نسرین هستم. با آموزش متفاوت این شانه در خدمت شما عزیزان هستم. برای این شانه به نگین شماره 17 شماره 50 احتیاج داریم. به شانه، مروارید لپه‌ای، زنجیر ساچمه‌ای و سیم شماره 3. ابتدا ما روی خمیر سیلیکونیمون یه خط ایجاد میکنیم و شروع میکنیم نگین‌های شماره 17 رو چیدن روی این خط. دقت کنید که خیلی به ردیف و صاف روی خط بچینین که کارتون تمیز و یک نواخت بشه. یازده نگین در سطر اول میچینیم. حالا بین هر دو نگین یه نگین قرار میدیم برای سطر بعدی. در ردیف دوم یا سطر دوم 10 نگین قرار میدیم. بین هر دو نگین یه دونه. همینطور هرچی پایین تر میریم نگینا تعدادشون یه دونه کمتر میشه. خب ما الان 2 تا مثلث آماده کردیم که سطر بالایی 11 نگین و پایینی 1 نگین. حالا میایم چسب میزنیم. از چسب حرارتی استفاده میکنیم. درجه‌ش هم روی 60 وات میزنیم. یه 100 وات داره، یه 60 وات. 100 مال تاجای بزرگی که میخوایم درست کنیم. ما الان از 60 وات استفاده میکنیم. در مرحله بعدی از سیم شماره 3 استفاده میکنیم به طول 5 سانتی متر و شاخک پروانه رو باش درست میکنیم. بالاش یه دایره برای نگین شماره 5مون ایجاد میکنیم و خود سیما حالت خمیده میکنیم. حالت همون حالتی که شاخک پروانه هست. نگین شماره 50 رو روی این شاخک قرار میدیم. برای بهتر کار کردن و اینکه دستتون نسوزه بهتر اینه که چسب بزنین و نگین رو از پشتش قرار بدین که بتونین با دست از اون زیر بگیرینش. دو تا سیم رو به هم میپیچونیم. در این مرحله زنجیر ساچمه‌ایمون رو 4 سانتی متر جدا میکنیم. 2 تا 4 سانت احتیاج داریم. مروارید شماره 12. الان میایم به سوراخش یکم چسب میزنیم و زنجیر ساچمه‌ای را قرار میدیم روی چسب. یکم میذاریم که چسبش خوش بشه. به همین روش کامل خوش میشه.
الان میایم چسب خیلی کم استفاده میکنیم که دوتا مثلث رو به هم بچسبیم. برای اینکه سیم و زنجیر ساچمه‌ای رو به مثلث ها اضافه کنیم، بتونیم بچسبونیم، ما باید از مروارید لپه‌ایمون استفاده کنیم که حالت گندمی داره. میایم به پشت مروارید میچسبونیمش. سیم ها و زنجیر ساچمه‌ای رو در وسط مروارید لپه‌ای بچسبونید که بعد حالت قرینه داشته باشه. یکم صبر میکنیم چسبش خشک بشه. برای اینکه کارمون مقاومت بهتری داشته باشه، از ربان برای پشت کار استفاده میکنیم. این ربانی که استفاده میکنیم باعث میشه نگین ها، زنجیر ساچمه‌ای و سیم شماره 3 قشنگ روی هم فیکس بشه. در این مرحله هم دقت کنید پروانه رو وسط شانه بچسبونید. الان من برای پشت کارم دوباره از ربان استفاده میکنم که کارم تمیزتر باشه. همچنین مقاومت کارم بهتر میکنه. ممنون از همراهی شما. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این آموزش.